روزایی بوده که به شک و تردید افتادی، حسودی کردی، حس کردی نمیتونی ادامه بدی، خسته شدی. روزایی بوده که حتی حوصله خودت هم نداشتی، ولی بعد این مدت فهمیدی که الکی وقتتو هدر داده بودی، که ناراحت شده بودی و یه سری چیزا هست که باید بدونی قبل اینکه دیر بشه. ای کاش زودتر میدونستم نباید برای چیزایی که تحت کنترل من نیست هرس بخورم و نگرانش بشم. ای کاش زودتر میدونستم به سمت چیزی برم که علاقه دارم و وقتمو جای دیگه برای تایید حرف دیگران هدر ندم. ای کاش زودتر میدونستم مهمترین چیز توی این دنیا خودمم و نخوام برای تایید دیگران رنگ دیگه‌ای بشم. ای کاش زودتر میدونستم فقط باید به حس و حال خوبم اهمیت بدم. بیشتر ورزش کنم، کمتر بخوابم، کمتر نظر دیگران برام مهم باشه، بیشتر به خودم و آرزوام اهمیت بدم، کمتر ناامید بشم، کمتر تسلیم بشم. اگه این کاریو شروع کردم تا تهش برم و وسط راه تسلیم نشم. بیشتر کتاب بخونم و خودمو به آدما نخوام که ثابت کنم. آدمایی که سردرد خودشون از مرگ من برای خودشون با ارزش تره. رفیق، این دنیا یه چیزی داره که همه چی رو به مرور شکست میده و اون زمانه. تنها کاری که جلوی زمان میتونی بکنی اینه که از الانت لذت ببری. مهم نیست بقیه‌اش چی میشه، مهم اینه که تونستی از زمان استفاده کنی. برام مهم نیست کی ازم متنفره، من به فکر آیندم و میخوام موفق بشم، میخوام خوشحال باشم. مهم نیست بقیه راجبم چی فکر میکنن. ای کاش زودتر میدونستم، ولی الانش هم میدونم. پس همین الان براش میجنگم و دیگه حاضر نمیشم برای چیزای بیهوده حتی خم به ابرو بیارم. میخوام تو سایه حرکت کنم. درست شنیدی، میخوام تو سایه حرکت کنم و راجع به آرزوام با کسی حرف نزنم، فقط تلاش بکنم و یه زمانی بشه که یهو بگن این کی پولدار شد، این کی خونه خرید، این کی مدرکشو گرفت، این کی بدنشو ساخت، این کی تو آرزوهای ما داره زندگی میکنه. درست همون موقعی که تو تا لنگ زرخاب بودی و تا بوق سگ بیدار و دنبال دور و ولگردی بودی، من برای خودم امپراتوری ساختم، من برای خودم ارزش قائل شدم و جنگیدم و به دستش آوردم. آره، درست همون موقع من به دستش آوردم. ای کاش زودتر میدونستم، ولی حالا که میدونم دیگه از دستش نمیدم. دیگه این گنج رو از دست نمیدم. دیگه ولش نمیکنم. این موقعیت رو دیگه ولش نمیکنم. سختیایی که توی راه رسیدن به هدفت داری میکشی، روزی افتخارآمیزترین قسمت داستان موفقیتت خواهد شد. درست لحظه‌ای که زمین خوردی و نای بلند شدن نداری، خدا در یه قدمیت برات چای دم میکنه تا خستگیت از تنت در بیاد. پس دوباره پاشو، هر جای این دنیا که هستی بی نهایت خودت باش. رویاهای مقدس.